دانش آموز بودم و قرار بود که مدرسم رو عوض کنم. اولین دغدغه‌ام این کلمه دوست و همش فکر میکردم چقدر قراره طول بکشه تو مدرسه جدید با دوستای جدید و معلم‌های جدید بتونم ارتباط برقرار کنم. میخواستم راجع به مهاجرت بهتون بگم که یاد اون زمان افتادم. علی‌رغم این که مهاجرت برای خیلی از ماها با پیشرفت همراهه، ولی میتونه مفهومی مثل مفهوم عوض کردن مدرسه‌مون، محلمون یا خونمون رو بهمون بده و یه سری چالش ها رو برای ما به وجود بیاره. خداحافظی از آدم‌هایی که به خودشون و فرهنگشون خو گرفتیم و بخشی از ما هستن و آشنایی با آدم‌های جدید و دنیاشون. این میتونه یکی از چالش‌های سخت مهاجرت باشه. 3 نکته بهت میخوام بگم که وقتی با این چالش روبرو شدی یادت باشه. اول اینکه لطفاً سعی کن که زبان کشور مقصدی که بهش مهاجرت میکنی تا حد امکان یاد بگیری. نکته دوم اینه که سعی کن با آدم‌های امن کشور خودت ارتباط داشته باشی و باهاشون گپ بزنی. و نکته سوم، به خودت زمان بده تا در فضای جدید با دلبستگی‌های جدید و نقاط امن جدید خودت وفق پیدا کنی.